در پیشگاه مبارک اعلی حضرت همایون شاهنشاه و اولیا حضرت فرح پهلوی شهبانوی ایران با عرض گزارش سرکار سرگرد خسروداد فرمانده واحد نیروهای مخصوص و هوابرد، عملیات نمایشی واحد مزبور آغاز می‌گردد. محل عملیات اردوگاه تابستانی نیروی چترباز در مجاورت دریاچه سد کرج است. یکی از مراکز آموزش نیروی هوایی در سرحدات تهران درگیری مسلحانه‌ای بین هنرمندان و هوافران و ماموران نظامی رخ داد. به دنبال این رویداد در زمینه کشته شدن تعدادی از هنرمندان و هنرجویان شایعه‌هایی در شهر رواج یافت و در پی آن گروه‌های مردم آقای سرلشکر خسروداد فرمانده هوانیروز و کسی که در منزل آقای آیت الله شریعت مداری شخصا 2 نفر از طلاب رو تیرباران کردن و باعث تیرباران عده زیادی شدن، در دادگاه خلق محاکمه و محکوم به اعدام شدن که حکم بلافاصله در مورد ایشان اجرا می شود. تو بحبوحی آخرین روزای حکومت پهلوی یه نام تو سایه انقلاب سر زبونا افتاده بود: منوچهر خسروداد، سرلشکری که نه فقط فرمانده هوانیروز ایران بود که معمار نیروی ویژه هوابرد یا همون تیپ 23 9 بود. نیروهای نخبه‌ای که قرار بود در مواقع بحرانی خط اول دفاع از کشور باشن. اون کسی بود که ناوگان عظیم هلیکوپتری ایران رو تا 3مین قدرت جهان ارتقا داده بود. کسی که با آموزش‌های سخت و فرماندهی آهنینش چتربازای نخبه‌ای رو پرورش داد که بعدها به کلاسبزای ارتش معروف شدن. اما سرنوشت تلخش مثل خیلی از مقامات بلندپایه ارتش شاهنشاهی به سرعت زیر سایه انقلاب آیت الله خمینی تغییر کرد. درست تو شب‌های سرد بهمن سال 57 وقتی انقلاب به اوج خودش رسیده بود، خسروداد تو پشت بام مدرسه رفاتی باران شد. فرماندهی که با تمام قدرت و وفاداریش به ایران و ارتش در نهایت قربانی سیاست‌های اوایل انقلاب شد. این داستان روایت سقوط یک مرد نظامی با تمام عظمت و ناکامیاشه. مردی که در تاریخ معاصر ایران نامش با خون و تغییرات بزرگ گره خورده. لطفاً قبل از شروع ماجرا عضو کانال ما بشید و با زدن دکمه زنگوله از ویدیوهای جدیدمون مطلع بشید. ضمناً بخش صوتی پادکست رافکده و رافکده پلاس رو میتونید از وبسایت یا همه پادگیرهای معتبر شنونده باشید. منوچهر خسروداد تو سال 1306 تو شهر آمل به دنیا اومد. خانواده‌اش نظامی بودن و از همون بچگی با حال و هوای ارتش بزرگ شد. روحیه‌ای داشت که همیشه دنبال پیشرفت و حرکت رو به جلو بود. واسه همین بعد از اینکه دوران مدرسه‌شو تموم کرد، وارد دانشگاه افسری شد، جایی که تو سال 1325 تازه وارد دنیای نظامی و ارتش شده بود. اون روزها دانشگاه افسری جای مهمی بود، چون ارتش از همه نظر اهمیت داشت و داشت جوانهای مستعد رو جذب خودش میکرد. از همون اول مشخص بود خسروداد چیزی بیشتر از یه سرباز معمولیه. بعد از گرفتن درجه صدفان دومی برای ادامه آموزش و تخصص به فرانسه فرستاده شد و اونجا چتربازی رو یاد گرفت. مهارت پریدن با چتر و عملیات هوابرد که در اون زمان یه توانایی خاص و کلیدی تو ارتش هر کشور به حساب می اومد. اما این تازه شروع ماجرا بود. بعد از فرانسه راهی آمریکا شد و تو مدرسه معروف رنجر آموزش‌های پیچیده‌تری دید، جایی که درش سختگیرترین دوره‌های کماندویی و خلبانی نظامی برگزار می‌شد. تو این دوره‌ها خلبانی بالگرد و پروازهای تاکتیکی رو هم یاد گرفت، مهارتایی که بعدها براش به یه برگ برنده تبدیل شد. اما خسروداد بعد از این دوره‌های سنگین هم دست از یادگیری نکشید. بعدش به انگلستان رفت و تو دانشگاه جنگ علوم استراتژیک و فنون جنگ هوایی رو یاد گرفت. اینجا بود که افق دیدش گسترده‌تر شد، به خصوص درباره نحوه استفاده مؤثر از نیروی هوابرد تو نبردهای مدرن. بعدم به سوئیس رفت تا دوره‌های جنگ کوهستانی و پیاده نظام بگذرونه. دوره‌ای که مخصوص شرایط سخت و ناهموار بود و به نیروهای ویژه کمک می‌کرد تا تو سخت‌ترین محیط‌ها هم عملیات انجام بدن. و حالا طبیعی بود که بازگشتش به ایران همراه باشه با مدارج سعودی و موقعیت‌های مهم. خسروداد با پشتکار و تخصصایی به دست اومده بعد یه مدت کوتاه به مقامات بالایی رسید. از ریاست ژاندارمری استان‌ها گرفته تا معاونت ژاندارمری کل کشور و تو همشون هم موفق بود. اما نقطه اوج کارش وقتی بود که تو اسفند سال 50 فرماندهی هواپیمایی نیروزمینی ارتش یا همون هوانیروز رو به دست گرفت. چند سال بعد تو سال 54 به درجه سرلشکری ارتقا پیدا کرد، جایگاهی که کمتر کسی به این سرعت و تو این سن بهش دست پیدا می‌کرد. حالا هر قدمی که خسروداد برمی داشت بیشتر به یکی از ستونهای اصلی ارتش تبدیل می‌شد.
اون نه فقط یه فرمانده که کسی بود که با دید باز و علم روز نیروهای ویژه‌ای پرورش میداد که بعدها نقش کلیدی تو تاریخ نظامی کشور ایفا کردن. به خصوص تیپ 23 نوهد یا همون نیروهای هوابرد نخبه‌ای که با مدیریت و آموزش‌های خسروداد شکل گرفتن و سالها بعد به کلاه سبزای ارتش معروف شدن. در کنار همه اینا خسروداد مهارت‌های فردیش رو هم به رخ می‌کشید. ورزشکار بود و علاقه‌مند به سوارکاری و اسکی. همین ترکیب از تخصص نظامی و روحیه ورزشی اونو به فرماندهی متفاوت و سرسخت تبدیل کرده بود. خلاصه که مسیر زندگی و تحصیلات خسروداد مثل یه سفر حرفه‌ای کامل بود. از دانشگاه افسری تا کلاسای نظامی تو چند کشور دست اول جهان، از صدفان دومی تا سرلشکری و از یه سرباز ساده تا فرمانده نیرو هوایی و هوابرد که آینده‌ای درخشان و البته پرچالش پیش رو داشت. اما چطور خسروداد تبدیل شد به ستون فقرات هوانیروز و نیروی ویژه نوهد و چطوری این نیروها به یکی از قدرتمندترین بخش‌های نظامی ایران و حتی جهان تبدیل شدن؟ تو سالهای اولیه دهه 40 ارتش شاهنشاهی به این نتیجه میرسه که باید یه نیروی هوابرد حرفه‌ای و کارآمد داشته باشه. نیرویی که بتونه سریع و دقیق وارد میدان نبرد بشه و عملیات‌های ویژه انجام بده. این شد که گروهان هوابرد راه اندازی میشه. خیلی زود گروهی از سربازای آموزش دیده با چترهای نجات و مهارت‌های ویژه پرش هوایی آماده تشکیل این گروهان میشن. منوچهر خسروداد که اون موقع یکی از بهترین افسران ارتش بود، به عنوان یکی از اولین اعضای این گروهان انتخاب میشه و خیلی زود با استعداد و نظم خودش توجه فرمانده‌ها رو به خودش جلب میکنه. اما خسروداد به این راضی نبود. اون چشم انداز بزرگتری داشت. یه تیپ هوابرد کاملا مجهز و آماده به کار که بتونه نقشی فراتر از یک گروهان ساده رو ایفا کنه. پس این میشه که تیپ 23 نوهد یا همون نیروهای ویژه هوابرد شکل میگیره. خسروداد با همه انرژی و دانشش خیلی زود این تیپ رو به یکی از بهترین و زبده‌ترین نیروهای نظامی ایران تبدیل میکنه. حالا نوهد فقط یه اسم نبود. این نیروها آماده بودن تا تو سخت‌ترین شرایط، چه تو کوهستان و چه تو جنگ‌های شهری، سریع‌ترین و موثرترین عملیات‌ها رو انجام بدن. در کنار توسعه نیروهای هوابرد، خسروداد فرماندهی هوانیروز رو هم به دست میگیره. این نیرو با تعداد بالای هلیکوپترهایی که داشت، به سرعت تبدیل میشه به سومین نیروی هلیکوپتری قدرتمند جهان بعد از آمریکا و شوروی. و این یعنی نه فقط تعداد زیاد که کیفیت و توانایی بالای این ناوگان تو مأموریت‌های مختلف نظامی و پشتیبانی از عملیات‌های زمینی. خسروداد از این موقعیت استفاده کرد و یه ناوگان مدرن و مجهز به هلیکوپترهای پیشرفته تشکیل داد که توانایی عملیات در شرایط سخت و پیچیده رو هم داشتن. این نیروی هوایی با هدایت خسروداد نقش مهمی در دفاع از مرزهای هوایی ایران و حمایت از متحدان منطقه‌ای ایفا می‌کرد. اما خسروداد تنها به فرماندهی قانع نبود. اون خودش یه خلبان حرفه‌ای بود و رکوردهای خیره کننده‌ای تو هوانوردی ثبت می‌کرد. به خصوص تو سال 54 وقتی با اولین فروند از مدل جدید هلیکوپتر بل 204 که تازه به ایران رسیده بود، تونست 5 رکورد جهانی ثبت کنه. این هلیکوپتر با خلبانی خسروداد تو کمتر از 2 دقیقه به ارتفاع 3000 متر رسید و در کمتر از 15 دقیقه از 9000 متر هم عبور کرد. چیزی که تا اون موقع تو این کلاس از هلیکوپترها بی سابقه بود. خسروداد با این پروازا نه تنها مهارت خودش رو نشون میداد که توانمندی نیروی هوایی ایران رو هم به دنیا ثابت میکرد. فرماندهی خسروداد باعث شد هوانیروز ایران نه فقط یه بخش از ارتش باشه، بلکه به یه نیروی استراتژیک تبدیل بشه که میتونست تو هر زمان و مکانی وارد عمل بشه. توسعه تیپ نوهد و ناوگان هلیکوپتری تحت فرمانش پایه‌های یه ساختار نظامی مدرن رو تو ایران بنا کرده بود. این پیشرفت‌ها خسروداد رو به یکی از مهمترین چهره‌های نظامی ایران تبدیل کرد. مردی که نه فقط فرماندهی مقتدر که خلبانی رکورد چکن بود و با نگاهی فراتر از روزمرگی به آینده نیرو هوایی ایران و هوابرد کشور فکر می‌کرد. اما روزهای آخر سال 57 ایران مثل آتش فشانی بود که داشت فوران می‌کرد. خیابونا پر از فریاد و شعار بود و ارتش وسط این آشوب و تردید مجبور بود بین حفظ حکومت و موج عظیم انقلاب یکی رو انتخاب کنه. تو این بین منوچهر خسروداد با همه اعتبار و نفوذش داشت نقش خودش رو توی میدان پرآشوبم بازی میکرد. خسروداد از اون دسته نظامیایی بود که هم دلش با شاه بود و هم نگران آینده ایران. تو مصاحبه‌ای که تو دی ماه سال 57 با روزنامه فرانسوی فیگارو داشت، حرفای تندی زد. اون گفت اگر شاپور بختیار نخست وزیر اجازه بده شاه از کشور بره، یعنی خودش گور خودشو کنده. برای خسروداد رفتن شاه یعنی باز شدن درای کشور به روی کمونیستا و آشوبای بیشتر و تقدیم کشور به چپ‌ها و کمونیستا. اون بارها هشدار داده بود که ارتش هرگز این وضعیت رو نخواهد پذیرفت و اجازه نمیده کشور به دست چپ‌ها و آخوندا بیفته. اما این نگرانی‌ها و موضع‌گیری‌ها اونو از واقعیت‌های سخت روزگار جدا نمی‌کرد.
وقتی کودتای نظامی برای سرکوب انقلاب مطرح شد، خسروداد یکی از فرماندهایی بود که حمایت خودش رو از این طرح اعلام کرد. نقشه این بود که با پیاده کردن تعداد زیادی چترباز تو تهران، به ویژه حمله به مدرسه علوی که محل تجمع انقلابیون بود، انقلاب رو تو نطفه خفه کنن و آیت الله خمینی رو هم ترور کنن. اما این طرح در مقابل فشارهای داخلی و خارجی شکست خورد. یکی از بازیگرای اصلی این صحنه، رابرت هایزر، ژنرال آمریکایی و نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا بود که به ایران اومده بود تا جلوی کودتا رو بگیره. آمریکا به زعم خودش نگران بود که اگه ارتش کودتا کنه، ایران به سمت یه بحران عمیق‌تر و قطع حمایت‌های غرب میره. هایزر ساعتها با فرمانده‌های ارتش صحبت کرد و تهدیدشون کرد که در صورت اجرای کودتا تحریم‌های سختی علیه ایران اعمال میکنه. در نهایت فشارهای سیاسی و دخالت‌های هایزر باعث شد خیلی از فرمانده‌های نظامی از جمله خسروداد از اجرای کودتا منصرف بشن. با تشدید نارومیه و بالا گرفتن شورش‌ها تو تهران روز 22 بهمن سال 57 جلسه‌ای تو ستاد ارتش برگزار شد که یکی از نقاط عطف تاریخ ایران بود. تو اون جلسه 26 فرمانده نظامی از جمله منوچهر خسروداد امضای اعلامیه بی‌طرفی ارتش رو قبول میکنن. اعلامیه‌ای که عملاً به معنی کنار کشیدن ارتش از درگیری‌ها و تسلیم بی قید و شرط به انقلاب بود. دیدم گاهی صدای مسلسل ساعت 10 یک مقداری مکس کردم که چه باید کرد. ساعت 10:30 بود. قره‌باغی به تلفن 22 روزی یک شنبه. گفتم که تیمسا پس چه شد؟ چه کار میکنید شما اونجا؟ گفت که جناب آقای نخست وزیر ارتش اعلان بی‌طرفی کرده. این اعلامیه ضربه‌ای بود به ستون فقرات نظام شاهنشاهی. اعلام بی‌طرفی ارتش به این معنی بود که هیچ نیروی نظامی حاضر نیست جلوی موج انقلابیون بایسته. خسروداد با وجود سابقه وفاداریش به شاه تو این تصمیم شریک میشه و امضای اون تو اعلامیه دیده میشه. اما این امضا نه از روی رضایت کامل که اثر ناچاری و فشارهای غیرقابل تحمل سیاسی بود. حالا ارتش با بی‌طرفیش راه رو برای پیروزی انقلاب باز کرد و خیلی از فرمانده و سربازها در برابر موج مردمی ایستادگی نکردن. این تصمیم به نوعی پایان دوران سلطنت و آغاز دوره جدیدی در تاریخ ایران شد. با این حال خسروداد هنوز تلاش داشت جایگاه ارتش و هوانیروز رو حفظ کنه و از خونریزی‌های بیشتر جلوگیری کنه، اما شرایطی که در پیش بود جای هیچ مقاومتی رو باقی نذاشته بود. روزهای پرالتهاب انقلاب نه فقط از نظر نظامی که از نظر سیاسی و انسانی نشون میداد که قدرت‌های بزرگ و تصمیم‌های پیچیده سیاسی میتونن حتی قوی‌ترین فرمانده‌های نظامی رو هم به زانو در بیارن. صدای راستی ملت ایران، صدای انقلاب. روزهای آخر بهمن 57 تهران شده بود مثل یه بمب ساعتی که هر لحظه ممکن بود منفجر بشه. انقلاب داشت بالا میگرفت و همه چیز توی آشوب بزرگ فرو رفته بود. منوچهر خسروداد با همه تجربه و سابقش توی این گیرودار گرفتار شده بود و بعد از امضای اعلامیه بی‌طرفی ارتش همه فکر میکردن شاید بتونه نقش میانجیگر رو بازی کنه و اوضاع کنترل کنه، اما داستان چیز دیگه ای شد. خسروداد که همیشه سرباز وفادار به کشور و ارتش بود، روز 23 بهمن داوطلبانه رفت و خودشو معرفی کرد. دوستاش که باور داشتن بیگناهه اونو تشویق کرده بودن که همکاری کنه، شاید اوضاع آرومتر بشه. ولی وقتی رفت ستاد انقلاب همونجا بازداشتش کردن و بردنش مدرسه رفاه. محاکمه‌اش زیر نظر صادق خلخالی برگزار شد. همینجا بگیم که ما قبلا ویدیوکست ماجرای زندگی خلخالی رو آماده کردیم که لینکش رو داخل توضیحات قرار دادیم. دادگاهش هیچ شباهتی به دادگاه معمولی نداشت. خلخالی هم قاضی بود، هم دادستان و همه چیز خیلی سریع و بیرحمانه جلو رفت. خسروداد متهم شد به تلاش برای کودتا، فرمان دادن به تیراندازی 17 شهریور و همکاری با حکومت پهلوی برای سرکوب مردم. میگن تو دادگاه با وجود جو سنگین خسروداد آروم و مقاوم حرف میزد، اما فشارهای سیاسی اجازه نداد حقش ادا بشه. اشک تمساح میریزند، نالشون بلند میشود که چرا خسروداد را کشتن، چرا نادر جهانبانی را کشتن. ما اینها را اعدام کردیم برای خاطر اینکه یک ملتی را به اسارت کشیده بودند، جوانهای ما را کشته بودند. اونا میگفتن دوبار خواسته کودتا را بندازه. یکیش 14 بهمن بود که میخواست تعداد زیادی چترباز رو تو تهران پیاده کنه و مدرسه علوی رو بگیره تا آیت الله خمینی رو حذف کنه. ولی به خاطر مخالفت فرماندهایی دیگه از جمله عباس قره‌باغی و حسین فردوست این نقشه کنسل شده.
حکم اعدام بدون هیچ معطلی صادر میشه. نیمه شب خسروداد و 3 فرمانده دیگه نصیری و رحیمی و ناجی رو میبرن پشت بام مدرسه رفاه. ویدیوکست زندگی نصیری رو هم قبلا ساختیم و لینکش رو داخل توضیحات براتون میذاریم. شب سرد و ساکت بود. 4 فرمانده حالا با دستای بسته و صورتی پوشیده ایستاده بودن و آخرین دقایق عمرشون رو با ترس شدید سپری میکردن. میگن خسروداد شجاع‌ترینشون بود و اجازه نداد چشماشو ببندن. اون گفت اینجا من ارشد هستم و خودم حکم تیر رو صادر میکنم. و بعد صدای رگبار گلوله ها بلند شد و برف پشت بام رنگ خون گرفت و این صحنه برای همیشه تو تاریخ انقلاب موندگار شد. روایت‌ها میگن تو شب تیرباران خسروداد حتی فرصت نداشت به پشت بام برسه. گفته میشه خلخالی به خاطر نفرت شدیدی که ازش داشت دستور داده بود اول دستشو قطع کنن و بعد با شکنجه اونو تیربارون کنن. اما این دستور با مخالفت شدید اطرافیان خلخالی روبرو شده بود و میگن وقتی خسروداد این حرفا رو میشنوه رو به سربازا میکنه و میگه به قلب من شلیک نکنید، قلب من هنوز متعلق به پادشاهه. و بعد از این جمله بود که حکم اجرا میشه و خسروداد به ضرب چندین گلوله جون خودش رو از دست میده. اعدام هایی که در اسلام هست اعدام های رحمت است. صبح اون روز روزنامه اطلاعات شماره ویژه‌ای چاپ میکنه و عکس و گزارش کامل این اعدام ها رو تو صفحه اولش میاره. خبرنگار علیرضا نوریزاده که تنها کسی بود که به مدرسه اجازه ورود داشت در رابطه با اون شب نوشته که اون شب هوا به شدت سرد و برفی بود و اصلا حال غریبی بود. خدا شاهده که هنوز وقتی به یاد اون شب میافتم بدنم میلرزه، ولی همیشه به خودم میگم اگه من نمی نوشتم چه کسی می نوشت. وضعیت هر کدوم از اونها متفاوت بود. مرحوم ناجی خودشو باخته بود و اشک میریخت. نصیری به خاطر اینکه در بازداشتگاه خواسته بودن اونو دار بزنن و طناب پاره شده بود، گردنش زخمی شده بود و صداش گرفته بود و به سختی شنیده میشد. سر و صورتش به خاطر مشتایی که بهش زده بودن زخمی بود. مرتب میگفت یا علی. رحیمی بسیار استوار و قدرتمند ایستاد و چندین بار جاوید شاه پاینده ایران گفت و تیرباران شد. اما خسروداد از همه دلاورتر بود. تعریشی هم در آورده بود. اون اجازه نداد که چشماشو ببندن و گفت من اینجا ارشدم و خودم دستور تیر را میدهم و خودش دستور شلیک به خودش رو صادر کرد. اما این خبر واکنش‌های زیادی داشت. داخل کشور خیلی از این خشونت و سرعت اعدام‌ها شوکه شده بودن و خارج کشورم رسانه‌ها و دولت نگران بودن. از دید اونها این اعدام‌ها نشونه شروع دوره‌ای پرخطر تو ایران دیده میشد. اما خسروداد با وجود پایان تلخش اسمش موندگار شد. نماد اون بخشی از ارتش شد که به کشور وفادار بود ولی گیر تغییرات سهمگین اوایل انقلاب افتاد. خلاصه این دستگیری و محاکمه و اعدامش نمونه‌ای بود از لحظاتی که سیاست و نظامیگری چنان در هم تنیده شد که حتی قوی ترین فرمانده ها هم نتونستن ازش فرار کنن. بعد از اعدام منوچهر خسروداد، هوانیروز ایران دیگه اون قدرت سابقو نداشت. قراردادهای خرید هلیکوپتر و قطعات مهم لغو شده بود و به مرور زمان تجهیزات کهنه و فرسوده شدن. نیرویی که یه روز سومین ناوگان بزرگ هلیکوپتری دنیا بود، حالا با مشکلات جدی دست و پنجه نرم می‌کرد. خلبانا و فرماندهایی که زیر دست خسروداد تربیت شده بودن، مجبور شدن با کمبود امکانات و حمایت کمتر راه ادامه بدن. اما میراث خسروداد هنوز توی تاریخ نظامی ایران زنده است. اون کسی بود که هوانیروز رو از صفر ساخت و به یکی از نیروهای ویژه برتر جهان تبدیل کرد. اسمش هنوز تو دل و ذهن نیروهای مسلح میچرخه به عنوان مردی که ارتش رو مدرن کرد و سربازای نخبه‌ای پرورش داد. با این حال تحولات بعد از انقلاب باعث شد ارتش ایران دستخوش تغییرات عمیقی بشه. حذف فرماندهای کارکشته مثل خسروداد، لغو قراردادهای تسلیحاتی و تضعیف تجهیزات به ارتش ضربه شدیدی زد و پیامدهای سیاسی این تحولات تا امروز هم حس میشه. اما سوال اینجاست، آیا این تحولات اجتناب ناپذیر بود؟ آیا راه دیگه‌ای برای حفظ امنیت کشور و در این حال تغییرات سیاسی وجود نداشت؟ و آیا فرماندهایی مثل خسروداد که عاشق ارتش و وطن بودن واقعا قربانی سیاست‌های بزرگتر شدن؟ شما چی فکر میکنید؟ این داستان یک مرد و یک نیروی نظامی قدرتمند بود یا قصه ای از اشتباهات تاریخی و فرصت‌های از دست رفته؟ نظرتون رو برامون کامنت کنید. ممنون که تا انتها همراه ما بودید. اگه به داستانهای تاریخی و واقعی علاقه دارید، حتما کانال یوتیوب رافکده رو سابسکرایب کنید، لایک و کامنت هم فراموش نکنید. ضمن بخش صوتی پادکست رافکده و رافکده پلاس رو میتونید از وبسایت رافکده یا کلیه پادگیرهای معتبر شنونده باشید. منتظر ماجراهای جدید باشید. تا زود.